قرون وسطا انگلستان در هرج و مرج و آشوب فرو رفته و تنها راه نجات حکومت بحق یعنی حکومت پادشاه در دستان شماست. درود سرورم، قلعه شما در انتظارتان است. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امین هستم، به چنل من خیلی 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 خوش اومدین. امروز میخوام براتون داستان بازی استرانگهولد یا همون قلعه رو روایت کنم. سعی میکنم تمام وقایع مهمی که در بازی استرانگهولد 1 اتفاق افتاده رو براتون بگم و نکته یا ناگفته باقی نذارم. امیدوارم که بتونم موفق بشم. چوب مورد نیاز است. بازی در کشور انگلستان در زمان قرون وسطا روایت میشه. پادشاه برای مقابله با اقوام بربر نیروهای خودش رو به سمت سرزمین اونا حرکت میده، اما متاسفانه توی این نبرد شکست میخوره و به دست بربرها اسیر میشه. در همین حین یه سری از فئودال‌های ثروتمند و قدرتمند که دل خوشی هم از حکومت پادشاه نداشتن تصمیم میگیرن وضعیت کشور رو ناامن کنن و از آب گلالود ماهی بگیرن. در رأس اونا یک فرمانده خبیث، خشن و در این حال کارآزموده و کارکشته به اسم ولف وجود داره که به اسم دوک ولپ هم میشناسنش. اون برای اینکه بتونه در این وضعیت ناامنی انگلستان رو یک پارچه کنه و خودش به عنوان پادشاه انگلستان تاجگذاری کنه، مجبور میشه از یه سری دیگه از فئودال ها هم کمک بگیره. افرادی مثل رت، اسنیک و پیگ که من هر کدوم از این اشخاص رو توی چند خط براتون معرفی میکنم. دوک دپیوس معروف به رت یا همون موش. من دپیوس قدرتمند، دشمن خونی تو، ارتش بیروح و کاغذی تو رو در هم میشکنم. رت فرزند نامشروع دوک دپیوس اسبق بود، در حالی که مادرش به عنوان خدمتکار برای دوک کار میکرد. یه روز که رت در حال کار کردن توی خونه بود، یه پیکی میاد و خبر میاره که رت در واقع فرزند نامشروع دوک دپیوسه. چند وقت بعد تمام خاندان دپیوس طی یه سفر تفریحی با کشتی تو دریا غرق میشن و رت به عنوان تنها بازمانده این خاندان به مقام دوک میرسه. رت توی یه خانواده اشرافی بزرگ نشده بود، در نتیجه نه از آداب و رسوم چیزی میدونست، نه از استراتژی و نقشه‌های جنگی. اما با این حال به خاطر نفوذی که داشت توسط ولف به خدمت گرفته شد. دوک بوریگارد معروف به اسنیک یا همون مار. خیلی زود و به سرعت شکستت میدم. اسنیک در زمان پادشاه فرماندار چند سرزمین ثروتمند بود که تونست با اعمال زور و دریافت مالیات‌های بیرحمانه زندگی شاهانه‌ای برای خودش فراهم کنه. وقتی که پادشاهی موضوع فهمید مقابلش ایستاد و اسنیک مجبور به فرار و پیوستن به مخالفان پادشاهی شد. در جریان یکی از اولین نبردهایی که اسنیک بعد از اخراج شدنش داشت، مقابل پدر شما یعنی پلیر قرار گرفت و در نهایت یکی از چشماشو از دست داد. این موضوع باعث ایجاد انگیزه در اسنیک شد که هم از خاندان سلطنتی و هم از خاندان شما انتقام بگیره. این موضوع هم ناگفته نمونه که اسنیک بعدها رابطه دوستانه‌ای با رت پیدا کرد. البته رابطه بظاهر دوستانه. فعلا رفیق با وفا. خدا نگهدار. دوک تروف معروف به پیگ یا همون خوک. تو خوراک پیگ میشی، ارتش من استخونتو خورد میکنم. پیگ در کودکی توسط پدر و مادر خودش رها شد چون اونا معتقد بودن که بچهشون زشت و کریهه. خیلی زود یه گروه از راهزنا که شهرها و روستاهای اطراف غارت میکردن پیگو پیدا کردن و سرپرستی اونو به عهده گرفتن. پیگ به مرور قوی‌تر شد، آموزش نظامی دید، استعدادهای خودشو نشون داد و در نهایت به عنوان فرمانده راهزنا انتخاب شد. بعد از رسیدن به مقام فرماندهی راهزنا، پیگ که در زمان کودکی و نوجوانی به خاطر سوء تغذیه بسیار لاغر بود، بعد از هر جنگ بهترین غذاهایی که از غارتاشون به دست می اومد و مال خودش میکرد و میخورد و این موضوع باعث شد که به مرور زمان چاق و فربه بشه. این خیلی راحته، به جنگیدن ادامه بدید. این فرمانده ها کنار هم جمع شدن و تصمیم گرفتن انگلستان رو بین خودشون تقسیم کنن. در قدم اول طی نقشه‌ای که اسنیک اونو مطرح کرد، اونا یه جلسه مذاکره با باقی مونده نیروهای وفادار به پادشاه ترتیب دادن. افرادی مثل سر لانگ آرم، لورد وولساک و پدر شما. اما این جلسه مذاکره فقط یه دام بود و در نتیجه اون پدر شما کشته میشه و لورد وولساک و سر لانگ آرم فرار میکنن. یعنی من پیروز شدم؟ آره، به گمونم. اونا به سمت یه جنگل مشرف به یک جزیره در جنوب انگلستان عقب نشینی میکنن و همونجا ساکن میشن.
فئودال ها هم که به موفقیت رسیدن کشور رو بین خودشون تقسیم میکنن. بخش شمالی برای ولف، بخش شرقی برای پیگ، بخش غربی برای اسنیک و بخش جنوبی برای رت. چند سال میگذره، حکومت فئودال ها نسبتاً تثبیت میشه و باقی مانده نیروهای وفادار به پادشاه همچنان در جنوبی ترین قسمت انگلستان زندگی میکنن و اینجا جاییه که بازی شروع میشه. اونا دوباره در حال نزدیک شدن هستن. شما به عنوان پلیگر کنترل شخصیتی به اسم بوی رو در دست دارید، پسر همون سرداری که به پادشاه وفادار بود و کشته شد. بوی از دستورات سر لانگ آرم و لورد وولساک تبعیت میکنه. دستورات اولیه صرفاً مبنی بر تثبیت جایگاهشون در بخش جنوبی کشوره، اما کم کم سر لانگ آرم دستور پیشروی به سمت سرزمین‌های رتو میده. اما لورد وولساک خیلی محافظه‌کاره و سعی میکنه که جلوی اونا رو بگیره. با این حال دستورات سر لانگ آرم اجرا میشه و اولین سرزمین از سرزمین‌های رت به اشغال نیروهای وفادار در میاد. ای ابله نفهم، دقیقاً چی تو سرت میگذشت که اون کار احمقانه رو کردی؟ خب صادقانه بگم، این من بودم که دستور پیشروی دادم. خیلی خوب باشه، ولی حتی تو هم نمیتونی اونقدر احمق باشی که یه حمله رو به دپیوس ترتیب بدی. رت به خاطر از دست دادن اولین سرزمینش خیلی مایوس میشه و از اسنیک کمک میخواد. اونا نصف کشتی‌های منو کشتن و به یکی از سرزمینام حمله کردن. حالا باید چی کار کنم؟ آرامش تو حفظ کن دپیوس. شورشیا بالاخره نابود میشن. شک نکن نیروهات میتونن از پس چند قانون شکن بر بیان. چرا برای شکار گوزن با من نمیای تو ذهنتو از این افکار منحرف کنی؟ ولی اونا زیاد از من دور نیستن. باید یه کاری انجام بدم. کافیه یه گروه کوچیک از افرادتو بفرستی تا راه فرارشونو ببندن. این فقط تو حرف ساده است. آروم باش. وقتی از شکار برگردیم مسائل خود به خود حل میشن. به من اعتماد کن. در نهایت رت تصمیم میگیره پیکیو به سمت نیروهای وفادار بفرسته و پیشنهاد آتش بس بده، به این شرط که نیروهاشو از سرزمین اون خارج کنه. علیرغم مخالفت‌های سر لانگ آرم پیشنهاد آتش بس پذیرفته میشه و نیروهای وفادار افرادشونو میفرستن به سمت محلی که برای مذاکره تعیین شده بود. اما وقتی به محل میرسن میفهمن تمام این مدت حق با سر لانگ آرم بوده و این پیشنهاد آتش بس صرفاً یه دامی بوده برای اینکه به نیروهای وفادار شبیخون بزنن. این یه تلس. سر لانگ آرم درست گفته بود. خوشبختانه هیچ کدوم از فرمانده‌ها کشته نمیشن و با این اتفاق تصمیم میگیرن که به مبارزهشون علیه رت ادامه بدن. سرزمینای رت یکی پس از دیگری به اشغال نیروهای وفادار در میان و رت دائما مجبور به عقب نشینی میشه. اما زمانی که نیروهای وفادار در یک قدمی تصرف آخرین سرزمین رتن، توسط گروه عظیمی از نیروهای اون محاصره میشن. اینجا اسنیک با یه پیشنهاد سر میرسه. میگه تصمیم داره به ساید خودش خیانت کنه و حاضره در قبال یه محموله نوشیدنی نیروهایی رو برامون بفرسته که بتونیم با رت مقابله کنیم. متاسفانه باید پیشنهادمو تغییر بدم. به خاطر افزایش دستمزد ارتش به نوشیدنی بیشتری نیاز دارم. هنوز معامله منصفانه ایه مگه نه؟ اسنیک چند بار پیشنهاد خودش رو عوض میکنه و نوشیدنی درخواستیش رو افزایش میده. با این حال در نهایت به عهد خودش وفا میکنه و اون نیروهایی که گفته بود میفرسته. نیروهای وفادار به پادشاه هم موفق میشن حلقه محاصره رو بشکنن و نیروهای رت رو شکست بدن. اما در آخر اسنیک ادعا میکنه سرزمینی که از این نبرد به دست اومده متعلق به اونه، نه نیروهای وفادار، و افراد وفادار رو از اون سرزمین بیرون میکنه. این خیانت برای نیروهای وفادار خیلی گرون تموم میشه و اونا رو از برنامه‌هاشون خیلی عقب میندازه. با این حال اونا طی یه سری نبرد موفق میشن آخرین سرزمین رت هم اشغال کنن، قلعه‌شو به تصرف خودشون در بیارن و زمانی که رت شخصاً برای پس گرفتن قلعه‌اش اقدام میکنه، اونو دستگیر کنن و بکشن. نه نه نه، خواهش میکنم. بعد از مرگ رت نیروهای وفادار میرن به سمت اسنیک تا جواب خیانتشو بدن. پایگاه‌های نظامی اسنیک یکی یکی به اشغال نیروهای وفادار در میان و اسنیک ضعیف و ضعیفتر میشه تا اینکه مجبور میشه از ولف کمک بگیره. ولف به اسنیک میگه نگران نباشه چون اون نیروهای شمشیر زنشو به سمت سرزمین‌های اون حرکت داده و اونا نصف راهو طی کردن.
نیروهای اصلی من نصف راه برای رسیدن به تو طی کردن. آن پسر رو تو زمان رسیدن من سرگرم کن. من شخصا تیکه پارش میکنم. بوی مجبور میشه بی‌دفاع با کمانهای ضعیف مقابل نیروهای زره پوش ولف قرار بگیره تا اینکه یه راهب غریبه به دیدارش میاد و چیزی رو بهش میده که راه نجاتش از این وضعیته. یک نقشه برای طراحی زوبین یا کمان زنبورکی. بیا اینو بگیر. طراحی زوبین به شما کمک میکنه تا جلوی این نیروهای قدرتمند پیروز بشید. دعا میکنم براتون کافی باشه. به لطف طراحی زوبین بوی موفق میشه نیروهای ولف رو شکست بده و از اون مخمسه نجات پیدا کنه. از اون به بعد چیزی جز شکست عاید اسنیک نمیشه. طی حمله‌ای که نیروهای وفادار به یکی از قلعه‌های اسنیک انجام میدن، مقدار زیادی طلا به دست میارن و اون مبلغ رو برای بربرها میفرستن تا پادشاهشون رو آزاد کنه. نیروهای اسنیک وارد منطقه شدن. دستور شما چیه؟ اسنیک در یک قدمی مرگ دوباره به نیروهای وفادار پیشنهاد دوستی میده، اما اونا از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشن. قلعه اصلی اسنیک هم به تصرف نیروهای وفادار در میاد و اسنیک به دست بوی به قتل میرسه. درسته، من بودم که پدر تو رو به دام انداختم، اما قسم میخورم که من اونو نکشتم. لطفا دست نگه دار. نه! بعد از شکست اسنیک، نیروهای وفادار به سمت شرق و سرزمین‌های پیگ حرکت میکنن. این بار اونا خیلی قوی تر شدن و توی نبردهای اول میتونن به سادگی افراد پیگو شکست بدن. اما پیگ برای زهر چشم گرفتن از اونا دست به اقدام وحشیانه‌ای میزنه. پیگ لورد وولساک شریف رو اسیر میکنه و اونو به وحشیانه ترین شکل ممکن میکشه. من وودساکو با رنج زیادی کشتم. دندوناشو کشیدم، انگشتاشم قطع کردم، پاهاشم شکستم. خیلی وقت بود که اینجوری بهم خوش نگذشته بود. تو چی کار کردی؟ پرنده کوچولو تو شکار کردی؟ اما این اتفاق باعث میشه انگیزه انتقام در نیروهای وفادار بیشتر بشه و اونا بیش از پیش با پیگ مقابله کنن. در همین زمان راهب غریبه‌ای که قبلا یه بار به دیدن بوی اومده بود دوباره به دیدارش میاد و میگه حالا وقتش بوی لطفیو که بهش کرده جبران کنه. دوباره همو دیدیم. خوشحالیم که از دانش ما در راه خیر استفاده کردی. حالا ازت میخوایم جبران کنی. اون میگه پیگ دنبال دانشیه که اونا تو کتابخونه قدیمی صومعه باستانیشون ازش نگهداری میکنن. دانشی که به رودخانه آتش معروفه. رودخانه آتش دانش استفاده از قیر به عنوان یک تله مرگبار و کشنده است. اون این دانش رو در اختیار بوی و افرادش قرار میده و میگه با استفاده از اون کاری کنید پیگ به کتابخونه ما و این دانش دسترسی پیدا نکنه. بوی موفق میشه، جلوی افراد پیگو میگیره و حتی صومعه باستانی رو بازسازی میکنه. باید به هر قیمتی که شده از کتابخونمون حفاظت کنیم. در این بین به نبردهای جدی خودش علیه پیگ هم ادامه میده. پیگ خیلی زود اسیر و به وسیله تیرباران اعدام میشه. مردم سرزمین هایی که به تازگی از چنگال حکومت پیگ ظالم رهایی پیدا کردن با آغوش باز به نیروهای وفادار به پادشاه خوش آمد میگن. با مرگ پیگ دیگه فقط ولف باقی مونده. این بار نابودت میکنم. بوی مبارزه با ولف رو شروع میکنه. در همین حین سر لانگ آرم که برای برگردوندن پادشاه به سمت سرزمین‌های بربر رفته به وسیله مکاتبه و نامه‌نگاری با اون در ارتباطه. ولف هم به طور دائم بویو تحریک میکنه تا نزدیکتر بیاد و به تله بیفته. زمانی که لانگ آرم متوجه میشه بوی برای مبارزه با ولف به یک دشت باز رفته، نامه‌ای به اون مینویسه و از این کارش شکایت میکنه. بهت گفته بودم مراقب باشی. با خودت چه فکری کردی ها؟ تو فضای باز هیچ شانسی جلوی ولف نداری. تو قلعه مخروبش پناه بگیر و معطلش کن تا من با نیروهای کمکی از راه برسم. با راهنمایی‌های لانگ آرم بوی توی این نبردم پیروز میشه. بعد از این حادثه لانگ آرم به همراه پادشاه به انگلستان برمیگرده و پادشاه کنترل باقی مونده نیروهای وفادارش رو به بوی واگذار میکنه. بوی با استفاده از نیروهای لانگ آرم و پادشاه به آخرین قلعه ولف حمله میکنه، اونو اشغال میکنه
و به خود ولف میرسه. طی یک مبارزه تن به تن بوی شمشیر خودش رو در سینه ولف فرو میکنه و قبل از اینکه اون بخواد چیزی بگه اونو از بالای برج به پایین پرتاب میکنه. منو بکش، من جلوی تو زانو نمیزنم. با مرگ ولف تاج و تخت به پادشاه برمیگرده، سرزمین‌های مورد ظلم آزاد میشن، بوی به عنوان قهرمان سلطنتی انتخاب میشه و به مدت 10 سال همه در صلح و آرامش زندگی میکنن تا اینکه من برمیگردم، تو هرگز پایان کارمو نمیبینی. امیدوارم از تماشای این ویدیو و این داستان لذت برده باشین. ادامه این داستان تو بازی استرانگهولد 3 اتفاق میفته که داستان اون بازی هم به زودی براتون قرار میدم. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.